و امیدوارم که این دهه سرآمدی آموزش و برنامه‌هایی که در این دهه برگزار می‌کنیم در طول سال کمک بکنه به ما که در عرصه آموزش و تربیت دانشجویان در دانشگاه بوجنورد بتونیم اقدامات خوبی رو انجام بدیم. به همت گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزش برنامه‌های خوبی در دهه سرآمدی آموزش پیش بینی شده. گروه علوم تربیتی هم به هر حال با توجه به حوزه کاریشون کمک کردن به ما در برگزاری بهتر این برنامه‌ها. یکی از برنامه‌هایی که تدارک دیده شد موضوع هوش مصنوعی و تأثیر اون در آینده آموزش هست. ما در عرصه آموزش خب همونطور که همکاران مستحضر هستن حوزه‌های مختلف رو باید بهش بپردازیم که بتونیم بحث کیفیت آموزش رو بهبود ببخشیم. یکی از اون حوزه فناوری هست که خب هوش مصنوعی در این حوزه به عنوان موضوعاتی که جدید مطرح شده میتونه خیلی کمک بکنه به ما در ارتقاء کیفیت آموزش. خب آقای دکتر خدابندلو رو هماهنگ شده و ایشون قبول زحمت کردن، در دانشگاه سلطان قابوس عمان هستن، از فرهیختگان و اساتید ایرانی هستن که تو این زمینه فعالیت خوبی دارن. قبول زحمت کردن، این جلسه در خدمتشون هستیم و ایشون بتونیم انشالله از کمک‌های ایشون و تجربیات ایشون استفاده بکنیم، یک استارتی بشه برای فعالیت‌های بهتر تو عرصه هوش مصنوعی در دانشگاه بوجنورد. خب من بیش از این مصدق اوقات نمیشم. عذرخواهم بابت تأخیری که در شروع جلسه داشتیم، با یک ربع تأخیر این جلسه رو شروع می‌کنیم. من همزمان یک جلسه دیگه‌ای بابت بحث برگزاری آزمون سراسری داریم که از حضور شما مرخص میشم فقط برای عرض سلام و خدا قوت و همچنین تبریک خدمت شما رسیدم. خب در خدمتون هستیم آقای دکتر اسدی، آقای دکتر اسکندری و آقای دکتر اسفندیاری و آقای دکتر خدابندلو. بفرمایید آقای دکتر، اگر نکته‌ای هست بفرمایید. آقای دکتر خدابندلو خیلی سپاسگزارم، ممنون، متشکرم. از آقای دکتر هم یحیی آبادی معاون آموزشی دانشگاه هم بسیار سپاسگزارم. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که هر کجا هستین سالم و سلامت باشید. جا داره در ابتدای عرایزم تسلیت عرض کنم. این واقعی ناگواری که اخیراً در بندر شهید رجایی اتفاق افتاده و باعث داغدار شدن دلهای ما شده. به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این روزهای به خصوص و که دهه کرامت رو هم در پیش رو داریم دارم. عرض کنم خدمتتون موضوعی که در خدمتتون قرار شده باشم عنوانش هست هوش مصنوعی و آینده آموزش. خب این بحث اصلی بود که به بنده پیشنهاد شد و بنا شد که در خدمتتون باشم. اما قبل از اینکه وارد این مقوله بشم یک مختصر بیوگرافی از خودم خدمت عزیزان ارائه میکنم که انشالله سبب آشنایی بیشتر ما با همدیگه بشه. من روح الله خدابندلو هستم، عضو هیئت علمی گروه فناوری‌های یادگیری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سلطان قابوس در حوزه فناوری آموزشی و تکنولوژی‌های یادگیری در حقیقت تحقیق و پژوهش انجام میدم. علایق پژوهشی من هم بیشتر طراحی آموزشی در حوزه‌های برخط و آموزش ترکیبی هستش. اما موضوعی که امروز خدمتتون هستم به مدت تقریباً 1 ساعتی خدمتتون خواهم بود، همونطور که عرض کردم عنوانش هست هوش مصنوعی و آینده آموزش و عنوان فرعی که من براش انتخاب کردم وجدان هوش مصنوعی، خوب، بد و زشتی ها، یعنی هم خوبی ها هم
بدیها و همزشتی‌های هوش مصنوعی رو سعی خواهیم کرد که انشالله امروز بهش بپردازیم. مقدمتاً یک سخنی رو از اریک چنیگر، ایشون مدیر مرکز بین المللی مدیریت در آموزش هستند که ایشون گفتند هوش مصنوعی هیچ وقت جایگزین معلم یا مدرس نخواهد بود، اما معلمین یا مدرسانی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن قطعاً جایگزین اونهایی که از این امر استفاده نمیکنند میشن. این سخن ما رو وامی داره به این موضوع که چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، فناوری ها به پیش و به جلو میرن و ما ناگزیر هستیم که سوار بر این موج بشیم، به جای اینکه از قافله عقب بمونیم و دنبال این در حقیقت ترند اصطلاحاً راه بیفتیم. بهتر هستش که سوار موج شده و همزمان با این کار و با این فناوری ها به پیش بریم. ما معتقدیم که آموزش مؤثر و اثر بخش هستش که 3 عنصر کلیدی رو همزمان با همدیگه داشته باشه، هم به صورت اثر بخشی طراحی شده باشه، هم به صورت اثر بخشی اجرا بشه و هم به صورت اثر بخش در حقیقت سنجش و اندازه‌گیری بشه یا ارزیابی بشه. بنابراین ما سعی میکنیم تو مباحث امروز توی این 3 قضیه در حقیقت یک جورایی مانور بدیم، یعنی هم فناوری هایی رو معرفی بکنیم خدمتتون که بشه در طراحی، اجرا و ارزشیابی از اونها استفاده کرد. هوش مصنوعی در آموزش در آینده نه چندان دور وحشتناک خواهد بود. شاید لفظ وحشتناک رو از قصد استفاده کردم، به این دلیل که اگر به آمار نگاه بکنیم تنها در طی 2 سال آینده ما شاهد سرمایه گذاری بسیار عمیق و شگفتی در زمینه هوش مصنوعی خواهیم بود، جایی که بازار هوش مصنوعی تنها در آموزش پیش بینی شده که در سال 2027 به مبلغ خارق العاده 20 تریلیون دلار برسه. این 20 تریلیون دلار یک عدد بسیار بالاییه. اگر مقایسه بخوایم بکنیم، کل تولید داخلی یا در حقیقت GDP کشوری مثل چین مبلغش در سال 2024 18 تریلیون دلار بوده. یعنی تنها یک کشور آمریکاست که از این 20 تریلیون دلار سالانه تولید ناخالص داخلی داره. بنابراین مبلغی بسیار عجیب و سرسام آور در حقیقت از منظر ریاضی این عدد هست. 20 تریلیون دلار هوش مصنوعی در آموزش سرمایه گذاری میشه تنها در طی 2 سال آینده. اما این سرمایه گذاری عظیم ما رو به چه سمت و سوی سوق میبره؟ ما رو به این سمت و سو سوق میبره که کاربردهای اساسی هوش مصنوعی در آموزش رو در 3 مقوله خلاصه بکنیم. یک، یادگیری در حقیقت تطبیقی، یعنی یادگیری که متناسب با شرایط و معیارها و در حقیقت پتانسیل های یادگیرنده باشه. طراحی های آموزشی داره اتفاق میفته که یادگیری رو متناسب با رشد و توانمندی های فراگیر بکنه. همچنین چت‌بات ها که امروز بسیار بسیار در آموزش کاربرد اساسی دارند،
در این مقوله خواهند گنجید. یعنی یکی از کاربردهای دیگه‌ای که این 20 تریلیون دلار صرف خواهد شد در حوزه چت بات ها هستند. نمونه‌های بارزش رو قطعا شما بهتر از من میشناسید که چت جی پی تی، دیپ سیک، جمینای، کوپایلت و موارد دیگه. ارزشیابی یا حتی سنجش، حالا به قول ما تکنولوژیست های آموزشی، از هوش مصنوعی استفاده خواهد شد. از سنجش هایی مثل سنجش در حقیقت استیلف اسسمنت یا سنجشی ناخودآگاه که بدون اینکه فراگیر بدونه مورد ارزیابی قرار میگیره، اینها جاهایی هستش که این سرمایه گذاری عظیم اتفاق خواهد افتاد. امروزه در مدارس و دانشگاه های کشوری مثل امریکا، البته مدارسشون بیش از قریب به 70% از مدارس از کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در امر آموزش دارن استفاده میکنند، یعنی به کار میبرند این آموزش. اما اگه بخوایم به صورت خیلی مختصر نگاه بکنیم مثلا هوش مصنوعی از کجا اومده، شاید آموزش با کمک کامپیوتر یا CAI Computer Assisted Instruction اولین حوزه‌ای باشه که در دهه 1960 میلادی آغازگر ورود هوش مصنوعی به حوزه آموزش باشه و بعدها ITS ها یعنی Intelligent Tutoring System، سیستم های آموزش هوشمند، اینها هم در دهه 1990 از عناصری بود که بعدها زیر پای هوش مصنوعی در آموزش رو در حقیقت پایه‌گذاری کردند. همچنین امروزه سیستم های یادگیری تطبیقی، یعنی مطابق با نیازهای فراگیران، موضوع دیگری هستش که باید در حقیقت به عنوان هوش مصنوعی کاربردها و اون بیسیک ها یا تاریخچه هوش مصنوعی بهش نگاه بشه. بعدها learning analytics، تحلیل یادگیری و هوش مصنوعی مولد generative AI ها هم موضوعاتی هستند که اینها هم بعدها و اخیراً تحت عنوان کاربرد هوش مصنوعی در آموزش به کار میبرند. کاربردهای زیادی الان در هوش مصنوعی داره به عنوان بازخورد در حقیقت آنی یا بازخورد فراگیر یا بازخورد در حقیقت اتومیتد به فعالیت‌های فراگیر یکی از کاربردهای این هوش مصنوعی ها هستند. باز یادگیری تطبیقی رو من دوست دارم ازش در حقیقت به کار ببرم. این سیستم های یادگیری در حقیقت adaptive learning به این صورت هستند که میان فراگیران رو متناسب با توانمندی ها، متناسب با لول یادگیری، متناسب با اون مقدار پتانسیلی که برای آموزش دارن تو گروه ها و دستبندی های مختلف قرار میدن. مثلا برای آموزش یک قضیه یعنی متدهای مختلفی ارائه میشه. فراگیران هوشمند یا دانش آموزان اصطلاحاً زرنگ رو میتونن از یک مسیری به جلو ببرن. فراگیرانی که نیاز به کاوش و یا کنکاش بیشتری دارن میتونن مسیرهای دیگه‌ای رو به پیش ببرن. همه اینها در نهایت به اون یادگیری خواهد رسید، اما مسیرهایی که به اون یادگیری منجر میشه مسیرهای مختلفی میتونن باشن. این همون اداپتیو لرنینگ هستش که ما امروز ازش نام میبریم. موضوع بعدی چت بات ها و حمایت هایی که از دانش آموزان یا دانشجویان میشه و کانتنت کرییشن، تولید محتوا. امروز کاربردهای بسیار زیادی در امر آموزش دارن، اما بنا شد که هم خوبی ها، هم بدی ها و هم زشتی های هوش مصنوعی رو با همدیگه صحبت بکنیم. اولین و مهمترین در حقیقت
خوبی که هوش مصنوعی داره پرسونالیزیشن یا شخصی سازی هست. این شخصی سازی خیلی مهم و مفید هست. تا جایی که ما نگاه بکنیم آموزش رو بنا به سلیقه فراگیر یا همون student centered learning که ما خیلی ازش یاد میکنیم و بنا داریم که در حقیقت آموزش به سمت student centered learning بره استفاده میشه ازش. این هوش مصنوعی این امکان و این پتانسیل رو در ما داره. اکسسیبیلیتی یا آموزش همیشه، همه جا، همه وقت رو به معنای واقعی کلمه پیاده کرده. ما شاید تا قبل از این آموزش همه جا همه وقت رو خیلی نمود بارزی ازش نداشتیم. با ورود هوش مصنوعی این اتفاق در حقیقت بیشتر و کاملتر رقم خورده. حمایت‌های همه جانبه‌ای که از فراگیران انجام میشه، کمک‌هایی که به مدرسان آموزش میکنه و همچنین شیوه‌های جدید آموزشی که داره پیاده سازی میکنه میتونه از دیگر مزایای در حقیقت آموزش به وسیله هوش مصنوعی باشد. اما بدیهایی که هوش مصنوعی ممکنه داشته باشه با در حقیقت اون بایس هایی که میتونه هوش مصنوعی در امر آموزش داشته باشه، یعنی اون مشکلات اساسی که در حقیقت باعث بروز عدم یعنی کشتن یه جورایی خلاقیت، من بخوام ازش اسمش رو ببرم، باعث اون میشه. چون اگه شما بیش از حد متکی به هوش مصنوعی و چت بات ها اصطلاحاً باشید، اون خلاقیتی که ممکنه در امر آموزش داشته باشین و شاید ازش در حقیقت کاسته بشه. هرچند اویدنس های کاملی ما فعلا در این زمینه نداریم. من خیلی در حقیقت بررسی کردم ببینم آیا واقعاً پژوهش ها دارن این رو میگن که استفاده از هوش مصنوعی باعث کاهش خلاقیت یا مهارت های تفکر انتقادی میشه. جسته و گریخته شاید پژوهش های خوبی ما داشته باشیم که اینم رو نشون بده، اما برآیند پژوهشی که ما بخوایم با استفاده از سیستماتیک ریویو ها یا متا آنالیز ها ازش داشته باشیم شاید این اتفاق رو رقم نزنه و هنوز برای ما هنوز ما به این نتیجه نرسیم. ولی علایه حالا توی صحبت ها، توی در حقیقت نشست ها، دیبیت ها و بحث هایی که پنل هایی که انجام داریم و صورت میگیره در اقصا نقاط دنیا، این به عنوان یک قضیه داره در حقیقت پروموت میشه. ریسک هایی که توی دیتا ها هست، یعنی ما ببینید هوش مصنوعی با استفاده از دیتا در حقیقت کار میکنه. اون زیر بسترش اطلاعات و دیتا های یوزرها یا ماها هستش که یه جورایی گرفته میشه، تحلیل میشه با استفاده از جی پی یو ها و برگشت داده میشه به خود ما. این دیتا ها توش ریسک هست. شما بدونین که آگاه باشید اطلاعات شما چه خواسته و چه ناخواسته در اختیار این در حقیقت دیتا سنترها قرار میگیره و این یکی از مشکلات و چالش ها هست. عدم عدالت آموزشی شاید بحث دیگه ای باشه که کسانی که از امکانات بیشتری برخوردار هستند ممکنه لول آموزشیشون بالا باشه و ممکنه کسایی باشند که از این امکانات به نحو احسن نتونن استفاده بکنن و دسترسشون نباشه. به همین دلیل این هم یکی از زشتی‌های هوش مصنوعیه. اما 4 سوال در پنل‌های تخصصی و در حقیقت کنفرانس‌های بروز هوش مصنوعی در آموزش ما الان داریم ازش صحبت میشه. یکی از این سوال‌ها این هستش که ما آیا میتونیم به هوش مصنوعی اعتماد داشته باشیم؟ آیا استانداردهای در حقیقت خاصی برای میزان استفاده از هوش مصنوعی در امر آموزش هست؟ استانداردهایی که ما از دانشجوها بخوایم انقدر مثلا استفاده بکنند؟ فعلا استانداردی تو این زمینه تدوین نشده. آیا میتونن در حقیقت دیتکت بکنن هوش‌های مصنوعی؟
هوش مصنوعی میتونه دیتکت بکنه، تشخیص بده که چقدر دانشجویان میتونن و از در حقیقت که آیا اصلا کلا دانشجوها تونستن از هوش مصنوعی میتونن استفاده بکنن در کارشون، اگه استفاده کردن ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم یا نه. و نهایتا سوال چهارم این هستش که ما چجوری میتونیم از هوش مصنوعی در امر آموزش، یادگیری و پژوهش استفاده کنیم. اینها سوالات اساسی هستند که امروزه در حقیقت وجود داره. اما یک بحثی رو هم به صورت حالا فانی یا به صورت حالا در حقیقت فانی طور بخوایم صحبت بکنیم، یک آمارهایی وجود داره از این که تو کشورهای خارجی دارن ازدواجها و تعاملات خیلی زیادی که با هوش مصنوعی و روباتیک و هیومانیتیز در حقیقت انجام میشه و این از نمونه اخبارهایی هستش که ازدواجهایی که با هوش مصنوعی و در حقیقت روباتیک صورت میگیره. گفتم شاید جذاب باشه. دو تا دیدگاه ما تو این زمینه وجود داره. دیدگاه اول این که ما هوش مصنوعی رو به عنوان یک تکنولوژی مخرب بدونیم. این دیدگاه غالب و دیدگاه در حقیقت وجود داره. کسایی رو از این دیدگاه طرفداری میکنند که به شدت در مقابل نوآوری‌های آموزشی نیستند. اما یه دیدگاه دیگه‌ای در حقیقت داریم که این دیدگاه معتقد در هرم نیازهای مازلو ما باید در حقیقت تغییر و تحولاتی انجام بدیم و نیاز به فناوری‌های جدید، نیاز به اینترنت، نیاز به هوش مصنوعی شاید جزو نیازهای رده اول در حقیقت اون هرم نیازهای مازلو باشه و ما این رو بهتر اضافه بکنیم. هرچند دیدگاه یک مقدار در حقیقت دیدگاه شاذی هست، ولی میشه یعنی واقعیت هایی هستش که ما در آن بهاش روبرو هستیم. پس دو تا دیدگاه، یک دیدگاه به شدت محافظه کار به اینکه هر نوع تکنولوژی یا فناوری رو فناوری مخربی بدونیم و دیدگاه دیگه ای که این رو نداره. اما هوش مصنوعی پیشنهاد میکنن برای اینکه اثر بخش باشه از این مدل معروف اهداف اسمارت استفاده کنه. ما میگیم وقتی میخوایم یک هدف آموزشی رو بنویسیم بهتره از مسیر اسمارت به جلو بریم، یعنی هدف ما خیلی ویژه باشه، حسش مترادف با ویژه بودن هست، خاص باشه، تخصصی به اون زمینه بپردازه، قابل اندازه گیری باشه، یعنی از افعالی در هدف هامون استفاده بکنیم که بشه اونها رو سنجش یا ارزشیابی و یا اندازه گیری کرد. مثلا از فهمیدن، ما انتظار داریم در پایان این دوره فراگیران ما بتونن این درس رو بفهمند. شاید عبارت جالبی نیست. چرا؟ چون ما اهداف رو به این دلیل بیان میکنیم که فراگیرمان بدونه چقدر از خودمون چه انتظاراتی ازش میره. بنابراین باید قابل اندازه‌گیری باشه و افعالی مثل فهمیدن، اینها شاید افعال یا یاد گرفتن، اینها افعال مناسبی به این امر نباشه. البته ما حالا خیلی رو این قضیه صحبت نمی کنیم، ما فقط میخوایم بگیم که بر اساس این چهارچوب ما هوش مصنوعی موفق هستش که بتونه این فریمورک رو در حقیقت پیاده سازی بکنه. اسمارت باشه، یعنی اسپسیفیک باشه، ریلیونت باشه و بتونه تایم باوند باشه، متناسب با اون زمانی باشه که ما در حقیقت یک زمان بندی رو هم استفاده بکنه، یعنی باز نباشه انتهاش به قول معروف. بنابراین این در حقیقت فریمورک یا این چهارچوب رو هم ما میتونیم توی تلفیق هوش مصنوعی در امر آموزش ازش استفاده بکنیم. هرچند اوریجینالی عرض کردم این برای استفاده نوشتن اهداف به کار میره، ولی میتونه تو اینجا هم کاربرد باشه. یک در حقیقت سوال طوریه که شاید یه مقدار ما رو وادار به تفکر بکنه در پاسخ به اون سوال اولی که خدمتتون عرض کردم. گفتم آیا هوش مصنوعی قابل اعتماد هست یا نه؟ به صورت حالا باز فان طور خدمتتون 3 تا در حقیقت اسم رو، 3 تا
عضو هیئت علمی رو در حقیقت من اینجا آوردم، شکیر، باسمان و هارون. مشخصاتی هر کدوم ازشون اینجا ما داریم. مثلا شخصی به اسم شکیر در سال ماشاءالله 30 تا پیپر چاپ میکنه. ایشون جورنال هایی که یعنی مقالاتی که چاپ میکنه چون 30 تا هست کیفیت آنچنانی نداره، توی مجلات با در حقیقت ضریب تاثیر کمی چاپ میکنه. 3 تا کردیت بیشتر در واحد درسی نداره و در حقیقت سوپرویژن هم یعنی استاد راهنما یا مشاور هم آنچنان نیستش و فقط یک ادمنستریتیو پوزیشن داره که مثلا حالا مدیر یه بخشی هستش. مورد دوم خانم دکتر هستن، ایشون 30 تا پیپر رو در طی 2 تا 3 سال چاپ میکنن. معمولا توی JCR با ایمپکت فاکتور متوسطی چاپ میکنن. 4 تا کردیت هر ترم یا واحد درسی در هر ترم دارند و سوپرویژنی هم تقریبا به صورت میانگین دارند و پوزیشنی هم در حقیقت ایشون ندارند، پوزیشن اداری منظورم. و نهایتا شخصی به اسم هارون که ایشون 3 تا 4 پیپر در سال بیشتر چاپ نمیکنه. پیپراش های ایمپکت فاکتوره و 12 تا کردیت واحد درسی درس میده. سوپرویژنش مدیریت و در حقیقت 2 تا هم ادمنستریتیو پوزیشن توی دانشگاه داره. سوالی که اینجا مطرح میشه، ما اگه بخوایم ارتقا بدیم، یعنی این 3 تا فراگیر بخوان پروموشن داشت، 3 تا استاد بخوان پروموشن داشته باشند، شما اگر جاج باشید یا کسی که ارزشیابی میکنه باشید، کدوم یکی از این 3 تا رو لایق این میدونید که پروموشن بگیره؟ خب این سوالی هستش که به صورت در حقیقت یک سوال چالنجی مطرح شده، از برخی از در حقیقت نمونه های انسانی پرسیده شده و از هوش مصنوعی هم پرسیده شده. خب هر کدوم از انسانی ها هر کدوم فراگراد جواب دادن، ببینن کدومشون در حقیقت خوبه. من تا یه نکته هم که هست، اینا هر 3 تاشون از یه دپارتمانن، اینم تو ذهنتون باشه. منتها میخوام خودتون تو ذهن خودتون بهش مراجعه بکنید، ببینید کدوم یکی از اینها لایق این هستن که ما پروموتشن کنیم، یعنی ارتقاءشون بدیم. اما جوابی که از هوش مصنوعی گرفته شده، این 2 تا شخص رو در حقیقت نفر اول و نفر دوم، شکیر که 30 تا پیپر داره و ایشون هم در حقیقت خانومم که 30 تا پیپر دارن در طی 2 تا 3 و اون شخصی که های ایمپکت داره عملاً بهش لحاظ نشده و پیشنهادی که دادن شاید جالب باشه این 2 نفر باشه. ولی در صورتی که اگر ما واقعاً بخوایم بر کوالیتی و کیفیت آموزش و در حقیقت تعلیم و تربیت نگاه بکنیم، ایژوکیشن نگاه کنیم، شخصی مثل مورد سوم شاید شایستگی بیشتری داشته باشه. اینجا هستش که سوالی که مطرح شده بحث و تبادل نظر رو به ذهن‌ها فرا میخونه که ما بیایم بررسی بکنیم آیا واقعا میشه، تا چه حد میتونیم به هوش مصنوعی در حقیقت مراجعه بکنیم. خب زشتی هایی هم داره هوش مصنوعیمون. هوش مصنوعی عمده ترینشون میدونید چیتینگ یا تقلب هستش که البته جاهایی که ما خیلی باهاش برخورد داریم این بیشتر به زبانهای انگلیسی هست. تو زبانهای انگلیسی ما این قضیه رو وفور داریم، بنابراین چیتینگ یک عنصر بسیار مهمیه که البته باید مراعات بشه، باید پتانسیل ها، باید کارهایی انجام میشه که کارهایی هم انجام میشه. مثلا در حقیقت خدمتون حالا توی اسلایدهای بعدی برمیگردم، اومدن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هر کدوم یک سند در حقیقت پالیسی داکیومنتی رو هر دانشگاهی، هر مؤسسه آموزش عالی برای خودش تدوین کرده. این پالیسی داکیومنت میزان و نحوه برخورد با این قضیه رو به شدت در حقیقت بهش پرداخته، راهکارهایی رو براش
تدوین شده و حالا شاید مراجعه به این سندهای سیاستگزارانه بتونه ما رو کمک بکنه که چجور با این قضیه برخورد کنیم. شاید مورد بعدی که حالا نه به اون شدت ولی باز به عنوان زشتی هوش مصنوعی ازش بخواد نام ببریم، همون مورده که تو بدیها هم یه جورایی بهش اشاره کردیم، کشتن خلاقیت و مهارت‌های سطح بالای در حقیقت تفکر که تفکر انتقادی باشه رو داریم. ما هوش مصنوعی اگر شما به وفور ازش استفاده بکنید، ما میبینیم که باعث این قضیه میشه. و حتی جالبه بدونید ما در حقیقت افرادی رو داریم برای نوشتن ایمیل ساده خودشون هم متکی به هوش مصنوعی شدن و در حقیقت از هوش مصنوعی میخوان که براشون این قضیه رو انجام بده، که این خب خیلی 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 عنصر مخربی هستش که باید تو این قضیه حتی بهش توجه بکنیم. ما راههایی برای دیتکت کردن اون چیتینگ داریم. مثلا تو این لیستی که شما میبینید بعضی از عبارات و لغت‌ها و کلماتی به کار برده شده که این کلمات اگه شما توی در حقیقت یک متنی ببینید میفهمید که اینها عمدتاً از طریق منابع غیر انسانی در حقیقت تولید شدن. این لیست شما اگه سرچ بکنید این لیست ها رو یا لیست این کلمات رو میتونید توی اینترنت هم پیدا بکنید که من بخشیش رو ازش اینجا در حقیقت قرار دادم. یک در حقیقت پایگاهی تنظیم شده که این متاسفانه مقالاتی رو در سالهای اخیر، حداقل 1-2 سال اخیر ما داریم که توی مجلات بسیار معتبر چاپ شده. من نمونه‌های خیلی زیادی دارم که حالا فقط یه نمونه اینجا آوردم که ببینید این مقاله چاپ شده بوده توی یکی از ژورنال‌های الزویر هم چاپ شده متاسفانه، و عبارتی که هایلایت شده رو اگر ببینید دقیقاً عبارتی هستش که از هوش مصنوعی کپی برداری شده. یعنی شخصی که این رو زحمت کشیده این قسمت رو از هوش مصنوعی برداشته بدون اینکه دقت بکنه حواسش باشه اون عبارت اول رو هم کپی کرده. یعنی معمولا جوابی هستش که چت‌بات ها به ما میدن certainly جمله، یعنی از اون کلماتی هستش که حتما ما باید بهش مراجعه کنیم. اینترنت موزاییک مشکل این پایگاهی که خدمتتون هستم من کلیکش بکنم، کلیکش بکنید یک به صورت آنلاین به شما نشون میده که چه تعداد مقاله و تا الان دیتکت شده که از هوش مصنوعی در امر آموزششون استفاده کردن. حالا من اسلایدها رو در اختیار دوستان قرار میدم که خدمتتون تحویل بدم و شما میتونید این لینک رو اینجا ببینید. الان که من این رو چند وقت پیش کپی کرده بودم 600 در حقیقت 68 تا پابلیشد در حقیقت مقالاتی رو پیدا کرده که توی این پروژه از هوش مصنوعی استفاده کردن، به همراه لینکشون، به همراه مقالهشون، به همراه در حقیقت اون جایی که چاپ شده. لینکش این پایین هست. حالا اگر شما کلیک بکنید شاید این رو الان هم به روز شدهش رو ببینید که حالا چون وقت نیست من ازش میگذرم. و مورد بعدی باز یک عنصر دیگه هم که امروز خیلی ازش استفاده میشه و اونم هیومنایز کردنه. باز یه سری وبسایت هایی هست متاسفانه میان تکست هایی که از طریق هوش مصنوعی تولید شده رو میبرن توی این هیومنایز هوش های مصنوعی انسانی ساز، اونا رو باز تبدیل میکنن به هوش به نوشته انسانی که باز که در حقیقت دیتکت نشه، که این باز هم خودش یک معضل و مسئله است. من باز لینک یک دونش رو به عنوان نمونه اینجا گذاشتم که شما میتونید ازش حالا جهت مراجعه استفاده بکنید. ریل کیس هایی که خدمتتون عرض کردم توی مدارس دپارتمان آف ادویکیشن نیویورک اومدن یک در حقیقت ابزاری رو اولا بند کردن، بعد دیدن نشدنی نیست، بند بکنی باز جواب نمیده، اومدن مجددا را باز کردن و اون پالیسی که خدمتتون عرض کردم رو قرار دادن. یک اصلا کشور فنلاند برای دوره‌های خودش، برای آموزش خودش یک برنامه درسی مبتنی بر AI Education رو
پایه‌گذاری کرده. باز اگر اینها رو سرچ بکنید میبینید توی ایالت جورجیای امریکا هم به عنوان یکی از اینیشیتیو هایی که اینها دارند یک کارهای اتفاقا شده، اینها هم اومدن تحلیل کردند و یه مشکلات و معضلاتی رو از طریق هوش مصنوعی شناسایی کردن و یک در حقیقت چارچوبی رو مدون کردن که این چارچوب به عنوان مثال میتونه برای دیگران هم قابل استفاده باشه که چجوری دیل کنیم یا اصطلاحاً برخورد کنیم با هوش مصنوعی در امر آموزش. باز اینا هر کدوم از اینا داکیومنت های جداگونه‌ای هستش که قابل دسترس هست و میتونید از اینترنت استفاده بکنید. اما برای اینکه بحثمون خیلی به تئوری نکشه، خدمتتون 2 تا ابزار رو میخوام معرفی بکنم که این 2 تا ابزار شاید بتونه کمکی بکنه به عنوان در حقیقت اون راهبردتون. من البته 2 تا نکته دارم، اون رو عرض میکنم. در قسمت انتهایی عرایزم برمیگردم به این 2 تا ابزار که میخوام خدمتتون معرفی بکنم، شاید مثمر ثمر باشه. اما فیوچر دایرکشن هایی که در حقیقت هوش مصنوعی میخواد بره، ما الان کجا هستیم؟ از هوش مصنوعی الان داریم به عنوان یک ابزار ساپلمنتری در آموزش استفاده میکنیم، اما در آینده پیش بینی میشه در حقیقت یک تعامل ویژه‌ای جداگانه، یک تعامل خاصی بین هوش مصنوعی و در حقیقت آموزش انسانی به وجود بیاد. explainable AI ها، هوش های مصنوعی XAI باز یک ترند جدیدی هستش که ما در آینده باهاش خیلی ازش خواهیم شنید. هوش‌های مصنوعی تطبیق پذیر و قابل در حقیقت انعطاف که بنا به ضرورت‌های خود شما ازش استفاده میشه. حالا مثلا یک نمونهشون AI ایجنت ها هستن. AI ایجنت ها دستیاران هوش مصنوعی هستند. دیگه شما چتبات نیست که به صورت در حقیقت ایستا بیاید یک سوالی رو از هوش مصنوعی بپرسید ایشون جواب بده. الان داره پیشرفت میکنه به عنوان یک دستیار آموزشی. شما مثلا وبسایت هایی هست با نام N8N. حالا اگر دوستانی که علاقه‌مند هستند، N حرف N 8 شماره 8 و N دوباره، این رو اگه تو گوگل سرچ بفرمایید یک پلتفرمی رو براتون باز میکنه که شما میتونید خودتون به صورت نامحدود هوش دستیار هوش مصنوعی یا AI ایجنت درست بکنید که AI ایجنت ها بخشی از این explainable AI ها یا XAI ها هستند که در آینده در حقیقت روی این قضیه بیشتر مانور خواهد داشت. Learning Analytics 2 که خب Learning Analytics تحلیل یادگیری که امروز خب به شدت ازش داره استفاده میشه، به ویژه در حوزه سنجش و اندازه‌گیری و ارزشیابی. ما ورژن 2 رو خواهیم داشت در آینده نه چندان دور. Learning Analytics یعنی بر اساس تعاملاتی که شما با، من یک مثال فقط عرض بکنم، بر اساس تعاملاتی که با در حقیقت کامپیوتر شما دارید میان و اون تعاملات رو استخراج میکنن به صورت لاگ فایل و نحوه رفتار شما با در حقیقت اون فرزن کامپیوتر یا بازی یا LMS یا هر چیز دیگه ای رو باهاش مثلا شناسایی میکنن. حالا اگر نمیدونم فرصت شد شاید این لاگ فایل رو لرنینگ آنالیتیکس بخشش رو توی مدل من خدمتتون نشون دادم. ایموشن AI ها یا AI هایی که به صورت در حقیقت تعاملی و عاطفی با ما برخورد میکنند داریم به این سمت رو میریم. الان ربات هایی داره طراحی میشه که خب اینها به راحتی میتونن اون احساس و عواطف رو درک بکنن. خیلی براتون شاید جالب باشه بدونید که همین الانش وجود داره و نحوه برخورد شما، تون صدایی که دارن با شما صحبت میکنن رو میتونه اینها در حقیقت بالانس بکنه. اگه شما احساس ناراحتی داشته باشین و با ناراحتی یا با احساس غم، اندوه با اون ربات صحبت بکنید، شاید برمیگرده و با شما به اون سبک و سیاق صحبت میکنه. البته فعلا توی این افکتیو ها اون توی راههای اولیه هستند، ولی آینده داره
به این سمت و سو میگیره. مایکرو کریدنشیال ها که خب از قبل هم وجود داشتن، از قبل خیلی قبلتر بوده هست و ظاهرا قراره که باشه و همچنین پرسونالایزد لایف لانگ لرنینگ ها. اما اون 4 تا سوالی که ما حالا یه جورایی باهاش صحبت کردیم، میتونیم به هوش مصنوعی تراست بکنیم؟ قطعاً نمیتونیم تراست بکنیم، اعتماد نمیشه داشت. ما باید چک بکنیم. نمونه های خیلی فراوانی میشه مثال زد که اشتباهات فاحشی داره. مثلا دارم میگم، حتی شما شاید براتون جالب باشه بدونید بعضی الان هوش‌های مصنوعی لینک چیز رو شما بخواید ازش که بخواید براتون یه متن علمی اکادمیک بنویسه، ازتون میپرسه. اگه رفرنس هم بخواید بدید، خیلی از رفرنس هایی که داده شده رفرنس های اشتباه و در حقیقت درستی نبودن. شما یعنی دیوهایشو بدید چک بکنید، همچین مقاله‌ای همچین مجله‌ای شاید وجود نداشته باشه. همیشه سواله، یعنی در حقیقت انگلیسی های مثلی میگن AI never say no. هیچ وقت به شما نه نمیگه، یعنی هر سوالی رو بپرسین یک جوابی در آستین خواهد داشت که به شما بده و اما آیا این جواب تا چه حد مفید و درست هست جای بحث و سوال هستش. آیا استاندارد پرسنتیجی هست؟ فعلا ما نداریم این استاندارد رو، دارن کار میکنن، پژوهش‌ها دارن روی زمین کار میشه، اما میتونیم در حقیقت دیتکت کنیم. بله به راحتی میشه، ابزارهایی هست که بشه دیتکت کرد، ابزارهایی هستش که بشه هیومنایز کرد و با این که باز هیومنایز میشه باز هم دیتکت صورت امکان پذیر هست و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. بله سوال آخرم چجوری میتونیم توی موارد مختلفی میتونیم توی تدریس و یادگیری ازش استفاده کنیم. البته من پژوهش فقط یه بخشش رو اشاره میکنم. 2 تا ابزاری که من به نظرم هست تو اینجا معرفی بکنم، ابزارهایی که بیشتر به حوزه تدریس و یادگیری در حقیقت کاربرد داره که ما اینا رو بررسی میکنیم و الان همونطور که میبینید این ابزارها رو خدمتتون ارائه میکنم. ابزار اولیه‌ای که دارید میبینید، من اجازه بدین که دیگه دوربینم رو خاموش بکنم چون میخوام تمرکز کنم روی در حقیقت موضوع که بتونم بهتر در خدمتتون باشم. خب همونطور که میبینید اسم این ابزار اولیه، ابزاری که خدمتتون معرفی کردم EDU 8.ai هست. EDU شما بنویسید EDU 8.ai، اگر توی گوگل شما همچین چیزی EDU.8 رو بنویسید این رو براتون میاد. خب این ابزار چی کار میکنه؟ شما به فارسی هم میتونید باهاش در تعامل باشید، ولی حالا من انگلیسی تست میکنم به خاطر اینکه کیبوردم فارسی نداره. تمام کارهایی که شما از یک هوش دستیار تدریس خودتون میخواید براتون انجام بده رو اینجا این در حقیقت انجام میده. حدود 130 خورده ابزار جداگانه رو تلفیق کرده توی یک جا. مثلا شما میخواید براتون طرح درس بنویسه، شما وارد میشید، لاگین میشید، میاید توی حساب کاربری خودتون، این حساب کاربری شما هستش. شما اینجا پلنینگ رو دارید. پلنینگ یعنی برنامه‌ریزی در حقیقت برای تدریس. مثلا فکر کنید من میخوام بر اساس حالا یه لسن پلنی بنویسم، عنوان لسن پلن رو یا مورد لسن پلن رو اینجا انتخاب میکنید که بر اساس در حقیقت شرایط آموزشی گانیه هستش. خب این 9 ایونتس آف گانیه، دوستانی که علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی هست فیلدشون باش آشنا هستند که مراحل 9 گانه یا رخدادهای آموزشی 9 گانه‌ای گانیه است. میگه برای اینکه آموزشتون یک آموزش خیلی موثری باشه این 9 تا گام رو شما در حقیقت پایه‌ریزی بکنید. خب موضوعتون رو میتونید هم داکیومنت داشته باشید، یعنی نوشته از قبل آماده کرده باشید، درستون اونجا باشه، این رو آپلود کنید. میتونید مستقیم از یک وبسایت استفاده کنید، یعنی لینک یک وبسایت رو اینجا قرار بدید. میتونید تاپیک بنویسید، فقط مثلا بنویسید AI in education. مثلا موضوع من اینه. مثلا اینجا این پایین قسمت پایین هم باید انتخاب بکنید که لول یا گریدی که میخواید
چی هستش که خب ما آخرین مورد رو انتخاب میکنیم، پست سکندری و کالج ادویکیشن ها. خب اینو که نوشتیم میتونید اینجا با در حقیقت انهانسش رو بزنید. اگر به صورت پرامپت نوشته باشید میتونید اینجا انهانس رو بزنید و درست ترش بکنید و اگه کارتون کافی تمام شد مثلا هر چقدر اینجا دیتیلز بیشتر باشه قطعا بهتره، ولی من فقط همین رو نوشتم. میزنید جنریت رو که بزنید صفحتون به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه و در قسمت دومتون شما این لسن پلان رو بر اساس 9 رخداد آموزشی گانیه دارید. مثلا گام اول که گین اتنشن هست چیکار بکنید، چند دقیقه بهش وقت بذارید، چه اکتیویتی رو پیاده سازی کنید بهتر. اینفورم استودنتس لرنینگ ابجکتیو 3 دقیقه براش وقت بذارید، اینا رو انجام بدید و تمام این مراحل 9 گانه رو اینجا براتون آورده. شما به راحتی اگر موافق نباشید میتونید این دکمه ادیت رو بزنید و خودتون ویرایش های مورد نظر و مورد نیاز خودتون رو انجام بدید. همونطور که میبینید من دارم اینجا قسمتی که هایلایت کردم رو ویرایش کردم و اگر اوکی هست دوباره تایید رو بزنید و نهایتا شما میتونید با زدن این دکمه این رو به صورت یک فایل ورد در حقیقت دانلود بکنید و قابل استفاده بکنید. پلنینگ رو داره، مثلا پرزنتینگ داره. اگه میخواید در زمینه مثلا ورکشیت بخواید درست بکنید، میخواید کارهای مختلفی انجام بدید، ببینید تمام اینجا لیست هاش هست. مثلا بخواید تمرین بکنید، اگه سوال طرح بکنید، نمیدونم بخواید یک فعالیتی رو طراحی کنید، مثلا شما یک موضوعی درسی رو دارید میخواید براش برین استورمینگ در ابتدای امر ایده‌های برین استورمینگ داشته باشید، خب میتونید اینجا موضوعتون رو بنویسید و برین استورمینگ رو اینجا انتخاب بکنید و بیاید پایین و با زدن جنریت براتون چند تا ایده چند تا ایده براتون بده. یا مثلا تو زمینه در حقیقت گروپ اکتیویتیز، اگه میخواید یک کار گروهی طراحی کنید برای موضوعتون، مثلا فرض کنید ورکشاپی دارید میخواید این ورکشاپ راجع به موضوع مختلف صحبت کنید، اما میخواید نمیدونید که چه طرح در حقیقت فعالیت گروهی طراحی بکنید، خب از ایده های این هوش مصنوعی اینجا میتونید از این نظر هم استفاده کنید. یا حتی گیم، بازی های آموزشی کوچیک برای کلاس هاتون میتونید استفاده کنید. مثلا میخواید یک آموزش خاصی رو ارائه بدید، در این وسط حالا تدریستون برای اینکه خسته کننده نباشه یک تایم استراحتی یک بازی خاصی رو هم میتونید ازش انجام بدید. خب اینا رو باز اینجا انتخاب میکنید نوع بازیتون رو و بعد موضوع رو اینجا میزیدید و جنریت رو میزنید و کار انتخاب بازی رو یا ایجاد بازی رو انجام میده. من به دلیل اینکه در حقیقت کردیتم چون از نسخه رایگان استفاده میکنم و کردیت ممکنه تمام بشه، من دیگه حالا جنریت رو نمیزنم برای اینکه کردیت هم بمونه. شما میتونید با حالا از این ابزارهای مختلف استفاده کنید. کوئسشن، مثلا سوال میخواید طراحی کنید، اگه دیپ کوئسشنی میخواید مثلا طراحی بکنید، خب حالا بذارید این رو به عنوان نمونه استفاده کنیم. AI to Education، میخوام یه دیپ کوئسشنی برای من طراحی بکن. خب این رو باز اینجا ببینید اون قبلی انجام شده و 3 تا سوال به صورت نمونه براتون انتخاب کرده. البته تفاوتی که حالا شاید این با چت جی پی تی داشته باشه اینی که به صورت آموزش تخصصی شده برای آموزشه و با چت جی پی تی که به صورت عام هست شاید تفاوت داشته باشه. و اسسمنت های مثلا سوالات باز پاسخ، سوالات بسته پاسخ، سوالات جورنالی، نمیدونم روبریک، حتی روبریک هم براتون طراحی میکنه. مثلا اگر بخواید راجع به این موضوع یه روبریک طراحی بکنه به راحتی باز جنریت رو میزنیم و روبریک براتون به راحتی تمام در حقیقت طراحی میکنه. ببینید منتها باز اگر جایی ایراد دارید، یه جایی مشکل دارید و نمیخواید همین باشه، ببینید تمام فعالیت ها رو براتون آورده. کافیه رو این دکمه بزنید و ویرایش کنید و ویرایش که کردین نهایتا دانلودش رو انجام بدید. خب یه محدودیت داره، بله محدودیت داره، منتها ماهیانه است محدودیتش. خب میتونید 4-5 تا در ماه استفاده بکنید ازش. با ایمیل های مختلف هم کار میکنه. و باز فیدبک، میخواین فیدبک بدید
میخواید فیدبک های نوع خاصی تکنولوژیکال تایپوگرافیک فیدبک، مثلا فیدبک های تایپوگرافیک به سوالات رو اینجا میتونی بنویسی و فیدبکش رو، پاسخشون رو بنویسید و فیدبک رو ارائه بدید. خب این باز ابزار خیلی کاربردی و خیلی 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 مفید. من توصیه میکنم دوستان حتما عنایت داشته باشن و اکسپلور بکنن. مورد بعدی که میخواستم خدمتون معرفی بکنم شاید اسمش هست نالج. منتها نالجی که نه اونجوری نوشته میشه به صورت NOLEJ. اگر این رو بنویسید یک در حقیقت ابزاریه که خیلی 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 کاربرد داره. کاربردش وحشتناک زیاد هست و توی موضوعهای مختلف میشه کاربرد داشته باشه. خب چی کار میکنه؟ ابزارش به همین سادگیه. در حقیقت یکی از نوآورانه ترین ابزارهایی هستش که من به شخص باهاش برخورد کردم. خب من قبلا اینجا لاگین شدم، مجددا شما باید لاگین رو، ساین رو بزنید، وارد بشید و وارد که شدید با این صفحه به این صفحه روبرو میشید. کارش چیه این قضیه؟ کارش این هستش، یعنی این ابزار کارش این هستش که بیاد و درس براتون تولید بکنه، درس آموزشی. مثلا یه نمونه خدمتتون مثال بزنم، create ماژول. تو این قسمت ماژول رو که بزنید، میزنید create ماژول رو میزنید و منتظر میشید که این ابزار شروع به در حقیقت کار بکنه. که متاسفانه باز اتفاق افتاده که حالا ممکنه دفعه اول کار نکنه به دلیل اینکه ابزار خیلی گرون قیمتیه و به راحتی شما نمیتونید باهاش در حقیقت یعنی تهیهش بکنید. هزینه‌های خیلی بالایی داره. من میزنم، بله این رو که زدم، کرییت رو میزنم، به این صفحه وارد میشه. 3 تا انتخاب شما دارید. اول انتخاب که مدیا رو اضافه بکنید، میتونید URL رو بزنید، یعنی از اینترنت بگیرید. میتونید خودتون تایپ کنید، بنویسید، یعنی درس خامتون رو، موضوعتون، محتوایی که میخواید رو به صورت فایل ورد یا پاورپوینت دارید، اینجا مینویسید، آپلود میکنید. خب من با اجازهتون میخوام از یوتیوب استفاده کنم و یک یوتیوب رو میزنم و یک ویدیویی ازش انتخاب میکنم. خب میزنم موضوعی که من اینجا دارم instructional دیزاین. من عنوان طراحی آموزشی رو سرچ میکنم و یه ویدیوی کوتاهی میخوام انتخاب کنم به خاطر اینکه وقتمون در حقیقت گرفته نشه زیاد. چون اجازه بدید مثلا همین، مثلا این رو یک ویدیو در حقیقت در نظر میگیرم. یه ویدیوی آموزشی هستش که در رابطه با طراحی آموزشی صحبت میکنه. من این رو لینک رو اینجا قرار میدم و پیست میکنم. یعنی ما داده خاممون یک فایل ویدیویی یوتیوبه و اسمشو میذارم instructional طراحی آموزشی. خب حالا شما هر موضوعی رو که میتونید. بعد زبانش رو انتخاب میکنم، زبان انگلیسی فعلا، حالا فارسی فعلا اضافه نشده، ممکنه در آینده نچندان دور این فارسی هم اضافه بشه. خب کاری که انجام میده، ویدیو رو برای من یعنی آپلود میکنه توی دیتا، در حقیقت دیتابیس خودش. خب این پروسه بسته به سرعت اینترنت شما، بسته به حجم در حقیقت فایلتون، اون مدت زمان فایلتون که ویدیو باشه، حالا در اینجا ممکنه متفاوت باشه. خب این همینجور که اینجا دارید میبینید، این داره برای من آپلود میشه. من فقط نمیدونم آقای دکتر وحدانی بفرمایید، اگر وقتمون تمام شد شما بفرمایید که من استوب زمان رو شما مدیریت کنم. آقای دکتر خداوندلو خیلی سپاسگزارم. ما یه ربع دیگه در خدمت شما هستیم.
چشم. پرسش و پاسخ. بله الان امیدوارم ان در طی این یه روبه بتونیم این قضیه رو جمع بکنیم. این مورد ما باید در حقیقت انجام بشه، ولی تا زمانی که این در حقیقت آپلود میشه که شد، حالا میریم next step. استپ بعدی، فایل ما اینجا آپلود شده. استپ بعدی میگه تایید میکنید. بله تایید میکنیم و الان داره اون فایل ویدیویی ما که در حقیقت چیزی حدود 8 دقیقه فایل ویدیویی بود، ببینید این رو داره آنالایز میکنه. خب آنالایزش هم انجام شد، گفت که این به زبان انگلیسی و همه اینها اوکیه و میزنید. اگر کیورد های خاصی مد نظرتون هست میتونید اینجا اضافه بکنید، اگر ادیتی نیاز هست اینجا انجام میدید و اگر نه میریم next step. از شما میپرسه که اکتیویتی ها رو انتخاب بکنید. یعنی ما درس کامل داریم با استفاده از این فایل یوتیوب ویدیویی داریم در حقیقت درست میکنیم. من میگم برامون گلاسری بذار در انتهای کار، کورس درست کن، در حقیقت پرزنتیشن داشته باش، همه اینها رو در حقیقت برای من داشته باش. اینتراکتیو ویدیو داشته باش، فلش کارت درست کن، دراگ دراپ درست کن، نمیدونم سینگل چویس کوئسچن درست کن، اوپن اندد کوئسچن درست کن، کویز درست کن، گریدد کویز درست کن، حتی جدول کلمات درست کن، ورد سرچ هم درست کن و یک ایده‌ای راجع به پروژه، مبتنی بر پروژه هم به من بده. و تمام اینا رو که انتخاب کردیم مجدداً میریم به مرحله بعد. تو این مرحله ما داره ماژول ما یا کورس ما یا درس ما اصطلاحاً تولید میشه، درست میشه با استفاده از اون آیتم هایی که ازش خواستیم. پس ما یک داده خامی، این داده خام میتونه یک فایل ویدیویی باشه، میتونه یک وبسایت باشه که محتوا توش هست، میتونه یک فایل ورد باشه، میتونه فایل پی دی اف یا پاورپوینتی باشه که ما به عنوان داده خام میدیم و چیزی که خروجی میگیریم، خروجی ما در حقیقت خروجی درس کامل هست. درس میگم یعنی هم شامل پرزنتیشن، هم شامل پرسش و پاسخ، سوال هست، هم داده ایده هایی برای در حقیقت خلاقیت، اکتیو کردن دانشجوامون هست و بعد موارد دیگه. خب این اتفاق که رقم خورد، ما باید بریم در حقیقت کارمون رو دانلود بکنیم. یعنی یک فایل خروجی به ما میده که این فایل خروجی قابلیت‌های زیادی داره. مثلا میتونه توی در حقیقت LMS ها جاگذاری بشه. من حالا منتظر میمونم که این تمام بشه 88%، ولی برای اینکه وقتمون در حقیقت از بین نره میریم LMS مون رو آماده میکنیم. این LMS ما که از مدلم استفاده میکنیم هست. من به عنوان نمونه یک درسی رو خدمتتون انتخاب میکنم که میخوام اینجا بارگذاری کنم. ببینید 88% کار انجام شده و من فرضاً توی حالا به عنوان یک تست توی اینجا قرار میدم که در حقیقت کسی ازش نبینه. خب ببینید این باید تمام بشه، 91% تا 100% تکمیل بشه و بعد از این انشالله بریم که فایل رو دانلود کنیم. خب اما حالا میترسم این وقت رو باز از دست ندیم. توی چت جی پی تی یک چیزی هست، یک در حقیقت مکانیزمی برای شما قرار داده شده و اونم اکسپلور جی پی تی ها هستن. اگر روی اکسپلور جی پی تی ها کلیک کنید، حالا این به عنوان یک بحث فرعی هستش، یه سری جی پی تی های خیلی خوبی اینجا طراحی شده که از اینها میتونید استفاده کنید. مثلا اگر کار پژوهشی دارید از خود چت جی پی تی استفاده نکنید. یه اسکالر جی پی تی داریم، یه در حقیقت اسکالر ای آی داریم و کانسکانس. این چند تا مورد رو انتخاب اگر بکنید، با اینها کار کنید، خیلی نتایج بهتری خواهید گرفت. توی زمینه آموزش مثلا اگر بخواید استفاده کنید، این جی پی تی ها به صورت
نامحدود در اختیار شما قرار میده. کافیه روش کلیک بکنید، توی این قسمت براتون در حقیقت قرار داده میشه. این رو هم خواستم خدمتون بگم که از این کاستومایز چت جی پی تی ها در حقیقت یا جی پی تی ها استفاده بکنید. وقتی لاگین کردین، وارد اکانتتون شدین، میتونید بیاد تو قسمت اکسپلور جی پی تی و توی اینجا این لیست در حقیقت نامحدودی از ابزارهای در حقیقت جانبی که به جای چت جی پی تی میتونید ازشون استفاده بکنید. مثلا اسکالر رو من اگه بخوام استفاده کنم روش کلیک میکنم و سوالم رو اینجا میپرسم، به جای اینکه خود چت جی پی تی باشه از این میپرسم. این به صورت شخصی سازی شده میره، فقط دیتاهای اکادمیک رو برای من سرچ میکنه. و یه نکته دیگه هم دوستان حتما مد نظرشون باشه، اونم کاستومایز کردن جی پی تی هست. روی این عکستون که لاگین کردید حتما کلیک بکنید و قسمت کاستومایز چت جی پی تی رو انتخاب بکنید و اینجا یه سری اطلاعات به این بدید. یعنی بهش بگید که چی در حقیقت چه جوری کی هسته، شما کی هستین و چه اطلاعاتی میخواید، با چه سبک و سیاقی میخواید در حقیقت درست بده. مثلا من اینجا نوشتم I need you answer formal and academic writing way، یعنی به صورت فرمال رسمی و اکادمیک به من جواب بدید. بعد اینجا هم میتونی خودت رو بهش معرفی کنی که شما کی هستی و این شما رو به عنوان در حقیقت شخصی که باش تعامل میکنید میشناسه و کارا رو اینجا انجام میده. و این نوشتن اینجا که به چه سبکی، با چه تونی، با چه در حقیقت لولی برای شما جواب بده، این خیلی مهم هستش که اینجا حتما مراجعه بکنید و این رو کاستومایز اصطلاحاً براش کاستومایز بکنید و سیوش بکنید و خارج بشید. خب این انجام شده، 100%ش تکمیل شد. ما روی 100% که تمام شد روی دیسکاور میزنیم و اینجا دیگه ما داریم اون آیتم ها رو میبینیم. مثلا کورس رو اینجا داریم، ببینید کافیه روش کلیک بکنم. حالا من این گزینه دانلود رو زدم، اجازه بدید فعلا دانلودش بکنیم. از همون میپرسه با چه فرمتی میخواید دانلود کنید، که خب ما چون میخوایم روی مدلمون بارگذاریش کنیم بهش میگیم که با فرمت اسکورم 2004. این اسکورم 2004 رو انتخاب میکنیم و در حقیقت دانلود رو میزنیم. این رو دانلود رو که بزنیم در حقیقت کار برای ما قاعدتاً باید دانلود بشه. وقتی دانلود شد، بله دانلود میشه و ما میریم توی مدلمون و در حقیقت این رو به صورت اسکورم رو انتخاب میکنیم و این فایل رو اصطلاحاً اینجا بارگذاری میکنیم. خب من بارگذاریش کنم به سرعت که این رو هم شما ببینید بارگذاری شد و یه تکست تایتلی میدم ID و سیو. خب حالا چیزی که دانشجو میبینه این هستش، روش کلیک میکنه و فایل در حقیقت باز میشه. ببینید Instructional Design یه درسی هست با 12 صفحه. خب این پلن اولیه هست که توی 3 تا بخش قرار داده. بخش اول راجع به اینتروداکشن، بخش دوم دیولپمنت و بخش سوم ایوالویشن. خب من نکست پیج رو اگه برم ببینید تمام متن ترانسکریپت عملا اینجا کپی شده. ببینید تمامش کپی شده و تمام تکست رو شما دارید. اینا رو هیچ کدوم نداشت اینا. بعد ویدیوتون هست. حسن این ویدیویی که تولید شده چیه؟ حسن این ویدیو اینه که به صورت اینتراکتیو ویدیو رو تعاملی کرده. یعنی چی تعاملی کرده؟ من شو ببرم. بعد میاد اینجا ببینید نوشته رو توضیح میده، به محض این که توضیح میده به یه عبارتی میرسه، دیزاین. این دیزاین شاگرد شما میتونه کلیک کنه و ببینه ما دیزاین معناش چیه، یا ادامه میده به درسش رو، ویدیو رو میبینه، میرسه به ادی. ادی یعنی چی؟
کلیک میکنه و اینجا اون ادی رو میبینه که Analyze Design Development Implementation and Evaluation هستش ادی. همینجوری یعنی به صورت تعاملی به نصف ویدیو که رسید، فراگیر به نصف ویدیو که رسید، اینجا یک در حقیقت فورماتیو ایوالویشنی وجود داره. این فورماتیو ایوالویشن رو باید پاسخ بده. 5 تا سوال طراحی شده به صورت اتوماتیک. البته شما میتونید اینا رو تغییر بدید تو مرحله که قبل از پابلیش کردن ها. ولی ببینید الان استاپ کرده ویدیو. تست یور نالج کلیک میکنیم و سوال ازمون میپرسه، جواب میدیم، میره سوال بعدی. ببینید سوالا رو غلط جواب میدم من مخصوصا که در حقیقت بریم سوالات بعدی. 5 تا سوال طراحی شده که من از 1 از 5 گرفتم، یه دونه درست و 5 تا غلط. کانتینیو رو که بزنید دیگه میتونه ادامه میده. باز در وسط ها باز دوباره به یه عبارتی اگه برخورد کردین اون عبارت رو اصطلاحاً توضیح میده. نگاه بکنید الان اینجا کیرکپاتریک، مدل کیرکپاتریک چیه توضیح داده شد و الی آخر. صفحه بعدی گلاسری هست. ببین توضیح میده ادی چیه، آنالایز چیه، اسسمنت چیه، اینا توضیح داده شده. بعد گزینه بعدی حدود 20 تا سوال 4 جوابی پرسیده که شما میتونید چند جوابی البته بهش پاسخ بدید. اینا سوالات مختلف هستن. ببینید fill in the blank داره، همه سوالات رو داره. بعد فلش کارت یا کویزا رو براتون داره. باز کویز طراحی کرده، از این براتون فلش کارت طراحی کرده. ببین هر کدوم از اینها تعداد زیادی شامل میشه. باز fill in the blank رو داریم. ببینید به صورت fill in the blank توضیح داده شده و بعد again مجددا دوباره سوالات، دوباره فلش کارت های مختلف و خلاصه که تمام شد. در صفحه آخر اطلاعاتی که دانش آموز میده. شما 2 تا از 64 تا اکتیویتی رو انجام دادید، نمره شما در حقیقت 2 از 64 میشه، چون 64 تا سوال بوده که گریدد بودن، اونا رو باید جواب میدادید. اینا رو تعدادش رو کم و زیاد باز میشه کرد تو مرحله قبل از پابلیش. این نمره که برای پاسی و امتیازی که شما گرفتید و فعالیت هایی که اگه اینجا انجام میدادید، تو پلنش رو دیدی، نمیدونم کورسش رو دیدی، منتها بقیه مطالب رو ندیدید. نگاه کنید بقیهش رو چون سفید گذاشته معناش اینه که ندیدیم، کامل باهاش تعامل نداشتیم، یعنی همه ویدیو رو من ندیدم. و موارد دیگه، اونایی که کامل دیدم رو تیک زده و اونایی که ندیدم رو نزده. این میشه یه درس کامل با استفاده از در حقیقت هوش مصنوعی نالج. همونطور که عرض کردم میتونید ازش استفاده بکنید که البته قاعدتا شما باید متاسفانه فیلتر شکن استفاده بکنید. اینجا که گفتم ببینید توی مرحله ادیتش اینجاست. شما میتونید این مواردی رو که اینجا میبینید رو کلا ادیت کنید. خب البته به دلیل سرعت اینترنت من الان نمیبینم اینجا. خب مثلا کورس رو میتونید اینجا ادیت کنید. شیر هم میتونید بکنید این بخش خالی رو، ولی از این گزینه نهایی که سمت در حقیقت چپ پایین قرار داره میتونید استفاده بکنید برای تولید درس. ممنون و متشکرم. من اینجا استاپ میکنم و در خدمت دوستان برای بسیار عالی آقای دکتر خداوندلو، بسیار سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون، مطالب ارزشمندی که فرمودید. از اساتید بزرگوار همکاران عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردن. در خدمتتون هستیم آقای دکتر اسکندری. اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید. اگر دوستان سوالی دارید، نکته‌ای دارید که می‌خواید مطرح بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید. به نام خدا من عرض ادب دارم. سلام می‌فرستم خدمت همکار عزیز و آقای دکتر خداوندلو. تشکر می‌کنم و من تسلیت میگم بابت اتفاقی که توی بندر عباس افتاده و بندر شهید رضایی. من یه سوالی در مورد همین نالج داشتم. این در واقع محتویاتی که برای من چیز کرده قاعدتاً تو آموزش‌های آفلاین میشه استفاده کرد یا آنلاین میشه استفاده، به چه شکلی هست اینو مورد به مورد پیش میره، چون سرعت این که مثلا بچه‌ها بعضی کنترن بعضیا سریعتر پیش میرن، این درکاشون متفاوته بچه‌ها
اینا به خاطر همین من هر کدوم از دانشجوها تو پیج خودشون ممکن شاید 2 روز 3 روز طول بکشه تا تمام آیتم ها رو ببینه، تستا رو جواب بده یا چیز بکنه. قاعدتا این توی بستر آفلاین باشه به شکل بگیره یا آنلاین هم میشه؟ بله ببینید بستگی داره دیگه، بستگی به اون موضوعی که شما انتخاب کردید و درس رو درست کردید داره. اگر بخواید خب پا به پای دانشجو پیش برید، بله میتونه توی تدریس خودتون هم همزمان توضیحاتش رو بدین و با هم دیگه جلو برید. ولی روال یعنی بای دیفالت اینطوری هستش که اینا سلف بیسد لرنینگ یعنی خود درس ها ایجاد میشه و تحویل فراگیر میشه توی خونه، یا همون اصطلاحاً حالا ما یادگیری معکوس یا فلیپ لرنینگ رو داریم. اینا رو تحت اون عنوان به فراگیر میدن، تو خونه اینا رو میبینه، نگاه میکنه، کامل میشه، میاد سر کلاس اشکالاتش رو رفع کنه. این بای دیفالتشه. ولی این که ما بتونیم آنلاین هم استفاده کنیم اگر ما خودمون کنترل رو داشته باشیم، بله امکانش هستش که به صورت آنلاین هم استفاده بشه. هر دو وجهش امکانش وجود داره. یعنی اینکه شما به عنوان مثال اینو به عنوان یک فعالیت میتونید دانلود کنید، در اختیار دانشجو قرار بدید که روی سیستم خودش داشته باشه. یعنی که مثلا اینجا مدل این LMSی که دکتر در استفاده می‌کنه دانشگاه سلطان قابوس عمان، حالا یک مقدار ظاهرش با اون LMS دقیقاً LMS مدلی هستش که ما تو دانشگاه بوجنورد هم در دوران کرونا و تا همین قبل از چیز استفاده می‌کردیم، ولی پوسته ظاهریش دیزاین با کیفیت تری داشته و بعد شما میتونید اینو مثلا روی LMS تون هم بارگذار کنید به عنوان یک فعالیت یا یک اصلا دیگه ماژول دیگه، کاملا یک درس، یک کورس سالم کامل روی LMS تون بارگذاری کنید و دانشجو ببینه، مرحله به مرحله بره جلو و در انتها گزارش بده. یعنی در کنار گزارش‌های مختلفی که خود مدل به معلم میده که دانشجو چه مراحلی رو عبور کرده ازش، این هم در واقع یک دسته از اطلاعات رو در اختیار معلم قرار میده که کاملا اسپسیفیک روی همین موضوع دیگه، کاملا مشخص روی همین فعالیتی هستش که شما طراحی کردید و گذاشتید و این هوش مصنوعی دونه بدونه در انتها جمع‌بندی رو در اختیار شما قرار میده. سپاسگزارم. بله در خدمت دوستان هستیم. اگه کسی سوالی دیگه‌ای داره. جان از خسته نباشید دارم و تشکر میکنم از آقای دکتر خدابندلو و همچنین همکاران. سوالشم این ابزاری که معرفی کردن رایگان هستش یا دانشگاه سلطان قابوس خریداری کردن؟ متوجه شدید؟ نه رایگان نیستش و ما هم واقعیتش نخریدیم. منم دارم از کردیت خودم یعنی بخشیشون رو من خودم خریدم و بخشیاش رو رایگان دارم استفاده میکنم. این 2 تا موردی که خدمتتون معرفی کردم من به صورت رایگان دارم استفاده میکنم، چون کردیت ماهیانه میده و میتونید در ماه 1-2 تا کردیت استفاده بکنید، درس رو تولید کنید و بقیه‌اش رو با ایمیل های مختلف در حقیقت استفاده میکنید. آره آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ما اینترنتمون احتمال میدم که سرعت اینترنتتون پایینه و ارتباط قطع شد. صدای من رو بله اینترنت قطع شد و اون بخشی از صحبت‌های شما که مربوط میشد به این که شما از کردیت خودتون استفاده میکنید و یه بخشش هم خریدید. بله من این 2 تا ابزار رو نه به صورت رایگان استفاده میکنم و در ماهیانه در حقیقت یه جورایی چارج میشه، یعنی رایگان میتونیم در ماه چند تا درس رو ایجاد بکنیم و اگر دیدم کم میارم از ایمیل های مختلف استفاده میکنیم. اصلا در واقع سوال من اینه که مثلا ما در ایران امکان دسترسی داریم یا نه با توجه به شرایط ایرانی مختلف هستیم؟ بله من استفاده میکنم، دسترسی داریم. آره داریم. بسیار فیلتر شکم ولی باید باشه. یعنی DNS هم اگه عوض بکنید خب باز بهتر میشه. DNS شکن رو اگر روی سیستمتون ستاپ کنید، یعنی DNS تون رو عوض کنید بعد همراهش هم فیلتر شکن استفاده کنید، خیلی کار بهتر میشه. آقای دکتر من این در حقیقت اسلاید ها هم PDF شده رو خدمتتون میفرستم و همین فایل ضبط شده هم آقای دکتر بعداً برای ما ارسال بفرمایید که تقدیم کنیم خدمت همکارا گروه بتا. فایل منتها دانلود نشده توی گوگل درایو. بله بعدا دانلود کنید چون من بعد به خاطر ظرفیت مجبور هستم که
دیلیت بکنم از توی حافظه. بله چشم، ممنون. یعنی رو گوگل درایو خودمون دانلود میتونیم بکنیم؟ شما لینکشو به ما میدید؟ بله من لینک رو میدم خدمتتون، دانلودش بکنید. بسیار خوب. خب دوستان عزیز اگر سوالی دارید. ممنون. آقای دکتر اسکندری شما آقای دکتر خدابندلو بسیار سپاسگزار از وقتی که گذاشتید، توضیحات بسیار خوبی که فرمودید، کمک زیادی که کردید به ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه بوجنورد. از شما بسیار سپاسگزارم. همکاران صدای شما رو میشنون. اگر صحبتی دارید در انتها در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بنده تشکر و قدردانی میکنم از زحمات دوستان، از این که این بستر رو فراهم آوردند که من در خدمت عزیزان باشم. تشکر میکنم و عرض خسته نباشید و خدا قوت و تبریک این هفته سرآمدی به همه عزیزان. التماس دعا. خیلی ممنون آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم. اگر